شکردخت جعفری از افغانستان که دنیا را تکان داد. آیا تا به حال از خودت پرسیده ای که چرا با همه زحماتی که کشیدی هنوز به چیزی نرسیدی؟ آیا فکر کرده ای که یک دختر از دایکندی بدون پول، بدون پارتی دنیا را تغییر بدهد؟ میخواهم داستان را برایت بگویم که انگیزه واقعی را میدهد. اگر شکردخت توانست تو هم میتوانی. شکردخت جعفری متولد دایکندی است. یکی از جاهایی که دختر بودن در آنجا یعنی محروم بودن. او در کودکی با خانواده‌اش به ایران مهاجر شد. در آنجا زندگی سخت داشت. از کودکی آرزو داشت که درس بخواند، در آینده شخص موفق باشد. شبها بسیار زیاد کتاب می‌خواند و صنایع دستی درست می‌کرد و می‌فروخت تا هزینه مکتبش را تامین کند. شکردخت جعفری با محدودیت‌های فراوان مکتب را تمام کرد و وارد دانشگاه علوم طبی تهران شد. یک دوره تحصیلی را در بخش رادیولوژی سپری کرد و به اتمام رساند. بعد از فارغ التحصیل به کشورش افغانستان برگشت. او یک مهاجر موفق بود که می توانست در ایران یا اروپا بماند، اما برگشت به کشورش به خاطر ساختن. پدرش بر اثر سرطان از دنیا رفت، اما این داغ الهام بخش اختراعی شد که جان هزاران نفر را نجات می دهد. و مهره های شیشه‌ای اختراع کرد که می توانند دوز دقیق پرتو درمانی سرطان را اندازه گیری و مشخص کنند. این اختراع امروز در بیش از 20 شفاخانه بریتانیا استفاده می شود. او نه تنها اولین زن افغانستانی شد که دکترای فیزیک طبی گرفت، بلکه جوایز مختلف از نهادهای مختلف بین المللی دریافت کرد، کتاب نوشت، چندین سال یکی از زنان برجسته شناخته شد، در فهرست الهام بخش ترین دانشمندان قرار گرفت و مکتب آنلاین برای دختران افغانستان ساخت. شکردخت میگوید پیروزی یعنی آخر عمرت حسرت هیچ کاری را نخوری. حالا بگو تو میخواهی حسرت بخوری یا مثل شکردخت جعفری بدرخشی؟ انتخاب دست خودت.